به نام خداوند بخشنده مهربان. 2 رکعت سنت نماز بامداد از 2 قیام، 2 رکوع، 4 سجده و 1 قعده عبارت است. قیام این راست ایستادن بعد از تکبیر را گویند. رکوع این خم شده زانو ها را قپیدن است و سجده باشد این پیشانی را در جای نماز ماندن است. قعده باشد نشستن است. اول شخص نیت می کند. نیت کردم بگذارم 2 رکعت سنت نماز بامداد وقتی که بر من است روی آوردم به قبله من به جهت کعبه خالصا لله تعالی گفته دستهایش را برداشته انگشتانش را به نرمی گوش رسانده تکبیر میگوید الله اکبر. بعد از آن دست راستش را در بالای دست چپش در زیر ناف گذاشته و ثنا میخواند سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بعد از آن اعوذ بالله و بسم الله را میخواند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد سوره فاتحه را خوانده در آخرش آمین میگوید. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد یک سوره را میخواند. این چنین میتواند یک آیتی دراز را خواند از قرآن یا 3 آیتی کوتاه را. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بعد تکبیر گفته به رکوع می رود و در رکوع 3 بار تسبیح رکوع را می خواند. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. بعد از رکوع تسمیع گفته به قیام می خیزد. سمع الله لمن حمده. در قیام تحمید را گفته بعد تکبیر را گفته به سجده می رود. ربنا ولك الحمد الله أكبر. 3 مرتبه تسبیح را گفته بعد تکبیر گفته به جلسه می شیند. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. از جلسه تکبیر گفته به سجده دویم می رود و در سجده دویم 3 مرتبه تسبیح را می خواند. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. بعد از سجده دویم تکبیر گفته به قیام رکعت دویم میخیزد. الله أكبر. در رکعت دوم ثنا و اعوذ بالله را نمیخواند. دست راست را در بالای دست چپ گذاشته در زیر ناف میگذارد. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سوره فاتحه را خونده آمین میگوید. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد از آن یک سوره از قرآن میخواند. این چنین میتواند یک آیت دراز یا 3 آیت کوتاه را بخواند. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تکبیر گفته به رکوع می رود و این چنین 3 مرتبه تسبیح رکوع را می خواند. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. از رکوع تسمیع را گفته به قیام می خیزد و در قیام تحمید را می خواند. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. تکبیر گفته به سجده می رود. در سجده 3 بار تسبیح سجده را خوانده باز تکبیر گفته به جلسه می شیند. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. از جلسه تکبیر گفته به سجده دویم رفته و 3 بار تسبیح سجده را می خواند. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. بعد از سجده دویم تکبیر گفته به قعده می شیند. الله أكبر. در قعده التحیات و صلوات ها را خوانده بعد از آن دعای ربنا را می خواند. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد از آن اول به طرف راست و دوم به طرف چپ سلام داده دعای سلام را خوانده دعا می کند: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام.